سلام، من خیرمان بقازاده خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 16 ایون تقدیم میکنم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک مراجعتنامه به رئیس جمهوری امامعلی رحمان گرفتن پیش راهی به قول آنها سیاست دشمن تراشی نسبت به این حزب مخالف را تقاضا کرده است. در این نامه که شام 15 ایون نشر شد، از فشارها، تهدیدها، تحقیرها و قانون شکنی‌های آشکار و پنهان مقامات دولتی علیه اعضا و مسئولین حزب اظهار نگرانی شده. گفته می شود که این همه ضرورت دخالت بی‌واسطه پرزیدنت را پیش می آورد. قبل از اون که بنا شروع شد، یک ساعت پیش ما برده قطر دست خوردگیم. اگر رسیدگی نشه دیگه میفهمیم که دیگه رئیس جمهورش هم نه با سرقانون و نه با امضاهای کردگیش و نه با سازشنامه و سند همدیگر بخشی احترام نداشته. مقامات رسمی تاجیکستان وجود کدام معرکه برنامه‌ریزی شده علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را همیشه رد می‌کنند، اما برخی با اشاره به سابقه این حزب و نقشش در جنگ شهروندی میگویند حکومت از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همیشه احساس خطر دارد. خوری که سال 92 سر شده طرف حزب نهضت اسلامی انقدر کشتارها شد و زنها بیوه شدند، دخترها کودک‌ها یتیم شدند. همه همین سببش حزب نهضت اسلامی بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تشکل عمده مخالفین تاجیک در انتخابات امسال نتوانست وارد پارلمان شود. در 2 سال اخیر در مطبوعات بخصوص در اینترنت یک سلسله مقاله‌ها و نوارهای ویدیویی نشر شدند که در آن اعضا و هواداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عملهای تروریستی، افراطگرایی و فحش ایبدار شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید در سال 2016 نیت دارد توجه خود را به مسئله‌های جلوگیری از افراطی شوی جامعه تاجیکستان در پس منظر تهدیدهای گروه دولت اسلامی، اداره کنی مرزها و مهاجرت مهنتی روانه کند. این نکته امروز در نشست شهر دوشنبه ضمن نتیجه گیری از یک سال فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا صدا داد که در کار آن همچنین مقامات قدرتی، حامیان حقوق بشر و سازمان‌های جمعیتی اشتراک کردند. مارکوس میولر رهبر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان گفت در دوام این مدت لایحه‌های به مسائل تروریسم و اداره کنی مرزها، کمک به فعالیت بازارهای نزد سرحدی و منطقه‌های آزاد اقتصادی، حمایت از حقوق بشر و رشد وسایط اخبار عموم عملی شده است. مسائل دیگری مورد توجه این سازمان مربوط به شکنجه در مؤسسه‌های اصلاحی و جلوگیری از خشونت خانوادگی بوده است. مقامات تاجیکستان موضوع ساختمان 5 انشاءات ورزشی را با رهبر کمیته بین‌المللی المپی توماس باخ بررسی کردند. توماس باخ همراه با رئیس شورای المپی آسیا شیخ احمد الفهد الصبا اخیراً با پرزیدنت امامعلی رحمان ملاقات کرد و راه‌های پشتیبانی حرکت المپی در تاجیکستان را بررسی کرد. تاجیکستان شروع از سال 1996 در بازی‌های المپی اشتراک می‌کند و در 2 المپیاد اخیر سال 2008 در پکین و سال 2012 در لندن ورزشکاران تاجیک 3 مدال، 1 مدال نقره اید به گشتی آزاد و 2 مدال برنجی اید به جودو و بوکس زنانه به دست آوردند. حالا ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2016 در ریو د ژانیروی برزیل تلاش می‌ورزند. در آستانه ماه شریف رمضان که امسال در تاجیکستان 18 ایون آغاز می شود، در بازار پنجشنبه خوجند یارمارکه فروش مواد غذا با نرخ ارزانتر از بازار برآمده شد. من آرد در کیلوگش 29 تومان، 50 کیلوگش 145. دویم سرداش هم هست. این چند روز دوام میکنه؟ این یک هفته بعد دوام دو سازه. در بازار قیمت اساسی انواع مختلف خوراکواری 10-20% بلندتر نظر به نرخ در این یارمارکه می باشد. این یارمارکه تا آخر ماه رمضان عمل می کند. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که امسال ماه رمضان صبح 18 ایون فرا می رسد و این نهاد صادر کننده فتوا از تاجران دعوت کرده است که از بالا بردن قیمت غذا خودداری کنند. هر سال در ماه رمضان در تاجیکستان نرخ محصولات غذایی در مقایسه با ماه‌های دیگر گرانتر شده باعث به ناراضگی ساکنان می شود. و برای دریافت اخباری بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعه کنید.